زرخریدان شرکت خصوصی حربی واگنر از طرف روسیه در اوکراین می جنگیدند. حالا به شهر کلیدی راستاو لبیدان در جنوب غرب روسیه آمدند. ادعا دارند که انشاءات مهمی حربی و اداره های دولتی را اشغال کردند. چیزی که منصبداران روسیه آشوب مسلحانه و خیانت به کشور نامیدند. ما در ستاد هستیم. ساعت 7:30 صبح. ما انشاءات حربی راستاف از جمله ایرودروم را زیر نظارت خود گرفتیم. یوگنی پریگوژین، مدیر شرکت خصوصی واگنر، از ثروتمندان نزدیک به رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از آغاز حمله روسیه به اوکراین در این جنگ شریک است. او تاکنون هزارها نفر را به طرز قرار داده و هزارها محبوس از جمله تاجیکان زندانی را با وعده عفو به میدان جنگ برده است و اقرار میکند که تلفات روسیه در روز 1000 نفر را تشکیل میدهد. حالا وزیر دفاع روسیه و رئیس ستاد کل نیروهای این کشور را به نسل کشی و ناکامی عملیات در اوکراین گناهکار می‌داند. ما می‌خواهیم سردار ستاد ارتش والری گراسیموف و وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو را گیریم. تا زمانی که آنها نآیند در اینجا میمانیم. شهر راستاو را میبندیم، به سوی مسکو میرویم. ما روسیه را نجات خواهیم داد. در این بین مقامات روسیه راههای اساسی ماشینگرد را از راستاو به مسکو بستند. حاکمان چند ولایت این مسیر از شهروندان خواستند که بی ضرورت به کوچه نبرایند. همه معرکه های عمومی در این ولایت ها منع کرده شدند. به شهروندان روسیه به هیئت شخصی نیروهای مسلح، مقامات حفظ حقوق و خدمات مخصوص مراجعت میکنم. اینچنین به آنهای مراجعت میکنم که با فریب و یا تهدید به این ماجرای جنایی شریک و به این جنایت وزین شورش مسلحانه تیله داده شدند. این یک ضربه به روسیه و به مردم ماست. واکنش ما برای از چنین تهدید ایمن نگاه داشتن وطن سخت خواهد بود. همه آنهایی که دیده و دانسته راه خیانت را انتخاب کردند، شورش مسلحانه آماده نمودند، راه شانتاژ و اصولهای تروریستی را پیش گرفتند، جزا خواهند گرفت. هم در نزد قانون و هم در نزد مردم جواب خواهند داد. قوه‌های مسلح و نهادهای دیگری دولتی دستورهای ضروری گرفتند. مسکو زیاده از 1 سال پیش به قلمرو اوکراین تجاوز کرد. بر علاوه نیروهای ارتش، زرخریدان شرکت خصوصی واگنر هم به آنجا رفتند. زرخریدانی که در میانشان محبوسان نیز هستند و حالا یک شهر مهم روسیه را در اختیار گرفتند.